افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام شیرینکانی بیبی. امشب من برای شما افسانه عقل را خدا برای چی داده است را میخوانم. افسانه سنایی بود. ایامی گدایی بود. توی بود و ودوند بود. ارباب دوتار زن بود. ملای ما دلال بود. ایشانی ما حمال بود. گوساله سرود میخواند. بابا یکی جفت میراند. ربا طبق بر بود. دامادی ما مرد بود. عروس اندرمان بود. مادری و گریان بود. جگری او بریان بود. مردم همه حیران بود. بود نبود دو تا کوزه پشت بود. نام یکتش عثمان، نام دیگرش سبحان. دو کوزه پشت بیچاره همه وقت غمگین و معلول از احوالشان شرم کرده و از مردم گریخته تک تک دیوار میگشتند. روز عثمان سحری به حمام رفت. هنوز تاریک بود. در حمام باشد کسی نبود. در آمد که در درونی حمام یک گروه پریزادها دایره زده خرسندی کرده نشستند. حیران شد و از ترس جان خودش را به درونی آنها زده سرش را خم کرده به بازی در آمد. همچنان رقص کرد که پریها حیران ماندند. طلب کن، از ما چی میخواهی؟ گفتند آنها. عثمان گفت بلای جانتان را گیرم. همین کوزه من از پشتم گیرید. پادشاهی پریها فرمان داد که کوزهش را از پشتش گیرند. عثمان از حمام برآمد. قامتش شمشاد برید. رفت واقعه را به جورش سبحان نقل کرد. سبحان من هم همین خیل میکنم گفته پگاهی بر وقت خست و به حمام رفت. رفته در آمده دید که در درونی حمام یک گروه پریها لباسی کبود پوشیده حلقه زده گریه کرده نشستند. این هم دویده رفته بین دوره در آمده رقص و بازی کرده خندیدن گرفت. یک دختری پریها مرده بوده است و آنها گریندگی میکردند. این کوزه پشت بی عقل باشد رقص و بازی میکرد. پریها گریندگیشان را بس کردند و بعد سردارشان گفت خیر، طلب کن، از ما چی میخواهی؟ از سرتان گردم. همین کوزه من را از پشتم گیرید. گفت سبحان وی کوزه را بیارید و با بالای این کوزه زم کنید. فرمان داد سرداری پریها. سبحان بیچاره زیغ شده به پیش جورش عثمان آمد. عثمان دو برابر شدن کوزه پشت او را دیده حیران شده پرسید ای جوره با تو چی شد؟ سبحان واقعی شدگی را گفته داد. ای نادان، گفت عثمان، آدم از همین بی‌فراستیش، از شرایط را نفهمیده و کار کردنش خودش را به بلای بد گرفتار میکند. آخر تو دیدی که پریها گریه میکنند. تو هم در آمده گریه کرده خودت را زدن گیر بودیه. عقل را خدا برای چی داده است؟ اجره انا همین خیل شیرینکانی بیبی. درست است، خدا برای ما و شما عقل داده است.
پیش از کار را کردن باید فکر کنیم. همین طور نه؟ شیرین نکنی بیبی. برای یکایک شما خوبی خوش خواهانم. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. خوبی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام